ساعت با وقتی پراگ رسیده است و در چند دقیقه دیگر من شالوگو خوجه برای شما سرخط خبرهای روز را میگویم و منتظر شما از در پخش مستقیم برنامه خبری خواهم بود بعد از رسوسی ساعت دیگر، یعنی ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو. سوختور در بازار همدانی این نوبت هم باری 10 نفر صاحب کرونا نابود شده است. بازار مرکزی همدانی در ساعت 3 شب آتش گرفت و دکان و مغازه های 10 نفر صاحب کرونا توجیک با کمی آتش رفت. به نقل مصاحبان رادیو آزادی تا هنوز آنها نمیدونند که چقدر ضرر دیدند و در برنامه خبری ما تلاش خواهیم کرد که به این سوال ها پاسخ پیدا کنیم. ضمن کاربران آزادی ویدیو از لحظه سوختور برای ما ویدیو فرستادند که در برنامه با تفصیلات بیشتری این حادثه به شما پیشنهاد خواهیم کرد و جایز به تاکید است که در اکثر حالات و مقامات توجیک سبب سوختور در بازارهای کشور را به رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری مربوط می‌دانند. پروکورور گنرالی تاجیکستان آشوب در زندان‌های کشور را در سازمان ملل شرح داد. این موضوع از جمله سوال‌هایی بود که از سوی نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل در ژنو از هیئت تاجیکستان پرسیده شد. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان و ماه اکتبر سال گذشته در آشوب زندان خوجند 23 محبوس و چند ناظر دیگر کشته شدند. در برنامه خبری وابسته به بررسی موضوعی که در جلسه دیروز گفته شد صحبت خواهیم کرد و نگفته نماند که برآمد هیئت تاجیکستان امروز نیز ادامه خواهد کرد. هلاکت 14 ملاح روس در بحر برنس در نتیجه آتش گرفتن ایستگاه زیرآبی هسته‌ای در بحر برنس 14 ملاح روسیه جان باختند. در این باره وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو 2 ایول در ملاقات با پرزیدنت ولادیمیر پوتین خبر داده است. حادثه 1 ایول رخ داد و در برنامه خبری به این موضوع نیز ما داخل خواهیم کرد. پارک‌های دوشنبه وایفای دار و یا صاحب اینترنت بین‌نقل می‌شوند. یکی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان این اقدام را راه اندازی کرده و الکی در 2 باغ فراغتی پایتخت تاجیکستان ساکنان امکان استفاده از وایفای را دارند. این تشبوس در حال عملی می‌شود که هنوز ماه اپریل سال جاری بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داد که نرخ اینترنت را پایین آورده دسترسی به آن را بهتر کند. گذشته از این در گزارش بانک با تکیه به داده‌ها یا معلومات شرکت سپید تست تاجیکستان کشور با بدترین صورت اینترنت اعتراف شده بود. همکاران ما کوشش میکنند که درباره نصب وای فای در باغ‌های دوشنبه یک گزارش آماده کنند و در برنامه خبری میتوانید آن را تماشا کنید. و بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان ده من آغاز میکند. خواهشمندان باید در یک نوار 1 دقیقه ده خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجیبی ده خود نقل کنند. این نوار باید به یک سوال پاسخ بدهد که چرا جهانیان باید ده شما را ببینند. نوارهای خود را میتوانید با واتساپ، ایمو، تلگرام طریق رقم 420 724 05 3959 و یا 420 724 056681 و همچنین صفحه رادیو آزادی برای من بفرستید. مهلت قبول نوارها تا 1 سپتامبر سال 2019 است. اکنون درباره جایزه ها میگیم. جای یکم ویدیو کامera، جای دوم پلنشت و جای سوم سمارت فون است. بشتابید بینندگان عزیز، شاید یکی از این جایزه ها نصیب شما خواهد گشت. و من باشم در 3 ساعت دیگر شما در برنامه خبری منتظر میشم با تفصیلات مطالبی که همین حالا برای شما گفتم و البته با علاوه خبرهای تازه که تا وقت به دست ما خواهد رسید. تا آن وقت خدا نگهدار و روز خوب داشته باشید.